خب سلام علیکم خدمت شما دوستان عزیز و گرامی. خبر عاجلی داریم که به نظر میرسه که مذاکرات در پاکستان لغو شده و همچنان مقامات ارشد کاخ سفید امشب در کاخ سفید جلسه دارن، از جمله جی دی ونس وزیر دفاع و همچنان دونالد ترامپ جلسه برگزار کردن در کاخ سفید. واکنش های زیادی از طرف کشورهای مختلف به لغو مذاکرات بین ایران و آمریکا صورت گرفته و همچنان تنش ها دوباره گرم شده در منطقه. خبرهایی است که بین لبنان و همچنان اسرائیل آتش باران شده و نقص آتش بس شده و هر دو طرف، چی از طرف حزب الله لبنان راکت هایی به طرف اسرائیل و چی از طرف اسرائیل شلیک به طرف لبنان و حزب الله لبنان شده است. همچنان طوری که ما می‌دانیم امشب آخرین زمان آتش بس بین ایران، اسرائیل و آمریکا است و احتمال دارد و احتمال می‌رود که امشب دوباره جنگی بین دو کشور و یا سه کشور رخ دهد که اسرائیل و آمریکا شاید حملاتی را بالای ایران و ایران حملاتی را بالای مواضع آمریکا و کشور اسرائیل انجام دهد. همچنین سپاه پاسداران ایران کشورهای عربی و همسایه را اخطار داده و گفته اگر باز هم از کشورهای شما بالای ایران حمله شود ما این بار صبری نداریم و بدتر از گذشته بالای شما موشک میاندازیم و به شما حمله میکنیم. خب باید کشورهای همسایه مواظب باشند چون جنگ ساده ای نیست و اگر این بار جنگ رخ دهد به نظر شخصی من جنگ بدتر از دفعات بعد هست، چون این دفعه بعد مذاکرات هر دو طرف ناراحت هستند و احتمال دارد که از موشک‌های قوی‌تر استفاده کنند. خب برای این که از خبرهای جدید و خبرهای فوری زودتر آگاه شوید لطفاً صفحه ما را سابسکرایب کنید و ما برای شما خبرهای جدید و از منابع معتبر را برای شما شریک میکنیم. تشکر.